این زنان کرد در مورد پیروزی کردها بر دشمنانشان سرود می‌خوانند. سرود می‌تواند هیجان آفرین و الهام بخش باشد، اما این آموزش نظامی است که پیروزی را به ارمغان می‌آورد. هر روز ساعت 5 صبح از خواب برخاسته روز را با جلسه آغاز می کنیم. بعد برای حدود 1 ساعت تمرین بدنی کرده بعد از صرف صبحانه آموزش های نظامی ما آغاز می شود و ترینینگ تکتیکی دریافت می کنیم. آموزش های شدید در مورد شیوه های جنگ با دشمن، مشق تیراندازی، تمرین های خاص در زمینه کار تیمی و چگونگی حراست از کمپ در آجندای آموزش قرار دارد. در اینجا برای جنگجویان مسائل نظامی و سیاسی آموزش داده می شود. ما با همدیگر زندگی کرده با یکدیگر کمک می کنیم و بعد از آموزش های نظامی جنگجویان برای گزمه سرحدات می روند. تازه جذبی ها همچنان قصه های کسانی را می شنوند که در خط مقدم جبهه بودند، مانند این قماندان که با شورشیان گروه دولت اسلامی بارها مقابل شده است. در حال حاضر ما آموزش نظامی دریافت می کنیم و به آن نیاز داریم. من تجربه جنگ را دارم و به همین دلیل است که در اینجا هستم تا تجاربم را با تازه جذبی ها تقسیم کنم. زنان بر علاوه آموزش های نظامی سایر کارها را نیز با هم تقسیم می کنند. غذا می پزند، پاککاری و حتی زراعت هم می کنند. آنها می گویند پشت خانواده هایشان دق شدند، اما جنگ به خاطر میهن برای آنها مهمتر است. آنها می گویند که نه تنها به خاطر حقوق کردها می جنگند، بلکه به خاطر حقوق زنها در یک جامعه با هم مساوی هم مبارزه می کنند.